وزارت تندرستی تاجیکستان شام 7 فوریه خبر داد که در یک شبانه روز اخیر در کشور 4 حالت نو گرفتارشوی شهروندان به کرونا ویروس نو کووید 19 ثبت شده. در این زمان 8 نفر قبلا به این ویروس گرفتار شده از این بیماری شفا یافتند. روز قبل این وزارت از 3 حالت سرایت به کرونا ویروس یا شفا یافتن 7 بیمار از این مریضی خبر داده بود. به حساب وزارت تندرستی شماره رسمی گرفتار شدگان به این ویروس از آغاز پاندمی تا شام 7 فوریه در تاجیکستان به 17351 نفر رسیده. از این شمار تا امروز 17203 نفر شفا یافتند و 124 نفر متاسفانه فوت دیدند. به این ترتیب تا شام 7 فوریه بنا به آمار رسمی همگی 24 نفر گرفتار کرونا ویروس در شرایط خانه یا بیمارستان تحت طبابت قرار داشتند. یک هفته پیش شماره بیماران در تاجیکستان حدود 80 نفر گفته میشد. از 21 ژانویه به این طرف وزارت تندرستی در عموم 256 حالت به کرونا ویروس گرفتار شدن شهروندان را تصدیق کرده است، ولی بسیاری ها بر اینند که شماره واقعی گرفتار شدگان و قربانیان کرونا ویروس در تاجیکستان خیلی بیشتر از آمار رسمی وزارت تندرستی است.